سلام. این رنگای کهنه رو میبینی؟ میخواین نوش رو کنیم، رنگ رو کنیم. همونجا میبینی داخل زنگ زده، بیرونش هم خرابه. اول باید سنواده بزنیم، سنواده زبر. از ابزاری ها میتونید تهیه کنیم. برید سنواده شو بزنیم که بعدش رنگ. تونستیم سنواده شو زدیم. الان آمدیم با آب بشوریم. قشنگ زنگا و رنگایی که با سنواده صاف کردیم و میشوریم که بتونیم یه رنگ خوب بهش بزنیم. دوباره آب ریختیم قشنگ که جای رد نخوره. بریم ادامه. خب داریم رنگشو میزنیم. حواستون باشه اسپری رنگو کم کم اسپری کنید که رنگتون یه جای از آب نخوره. Remix by Allah. خب همینو ببینید تقریبا رنگ خورده. میذاریم خوش بشه. دوباره یه رنگ روش بزنیم دیگه تمام. شما حمایت کنید که من بتونم کلیک های بهتری رو بگیرم براتون تا آموزش های نصب روکش، نصب دودی، نصب چیزایی که مربوط به ماشین بتونید انجام بدید. این هم یه پایانکار خوشگل. امیدوارم خوشتون اومده باشه. یا علی خدا نگهدار و کلید ببرید.